اگه چشات قهوه‌ایه این آرایش از مانیکا بلوچی رو حتما تست کن که فوق‌العاده چشم‌های قهوه‌ای رو زیباتر میکنه. اول با یه مداد قهوه‌ای یا اگه ندارین خط لب قهوه‌ای کاملا این بن مژتون رو خط بکشین پایین و بالا. دقیقاً عین همین که دارین میبینین. نگران صاف شدنش نباشین چون الان قراره با یه براش بلندشون کنیم. دقیقاً مثل فیلم. بنابراین رو صاف بودنش خیلی حساس نشین. بعد یه مداد مشکی بن مژتون رو مشکی میکنین. بعد با یه سایه روشن بیج تمام پلکتون رو سایه بیج رو میزنین تا یه ذره بالاتر میری. با سایه قهوه‌ای پررنگ تپ 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 میزنین روی اون خطایی که کشیدین هم ست بشه و هم تیره تر. دوباره با سایه بیجم یکم بلند میکنم اون مرز بین تیره و روشن رو. دوباره با سایه قهوه‌ای تیره زیر چشم رو میکشم و بعد با یه سایه روشن بیج بلند میکنم که آمبره بشه و محو بشه. و قسمت مورد علاقه من مشکی کردن داخل چشم که مونیکا خیلی این کارو دوست داره و همیشه انجام میده. و بعد ریمل فراوون، خیلی ریمل زیاد. و این هم نتیجه کار که بهت قول میدم اگه چشم قهوه‌ای داری و این کار رو بکنی عاشقش میشی، شک نکن. اگر از این ویدیو خوشت اومد یادت نره که لایک بکنی و فالو. بوس بوس.